بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک. در این روزهای مبارک هستیم، روزهای حج. حال و هوای همه جهان اسلام دگرگون شده است. دلهای مشتاق مؤمنان در آرزوی اینکه ای کاش ما هم جز کاروان سفید پوشانی بودیم، آن بندگانی خوشبختی که امروز در سرزمین حرمین، در مکه مکرمه، در مدینه منوره در انتظار برپایی مراسم حج هستند. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی حج بیت الله الحرام و زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب تک تک شما عزیزان بکند. در همه عبادت ها ما یک شعاری رو داریم که میتوان این شعار رو وسیله انتقال از رکنی به رکنی یا اعلان برپایی این عبادت و یا اعلان انتهای این عبادت یا شعار برپایی این عبادت قلمداد بکنیم. به طور مثال ما وقتی که نماز میخوانیم با الله اکبر نمازمان رو شروع میکنیم. وقتی که از یک رکنی به رکن دیگر منتقل میشویم، به رکوع میرویم الله اکبر، به سجده میرویم الله اکبر، دوباره برای رکعت دوم برمیخیزیم الله اکبر. پس شعار نماز الله اکبر است. یعنی چی؟ یعنی الله بزرگ است، الله عظیم است، بزرگتر از همه چیز، بزرگتر از همه کس. در حج بیت الله الحرام هم شعار خاص و ویژه‌ای وجود دارد، شعاری که ما با این شعار احرام میبندیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک. با این شعار به طرف مکه حرکت میکنیم، با این شعار وارد بیت الله الحرام میشیم، با این شعار طوافمان را شروع میکنیم، با این شعار به طرف صفا و مروه میرویم، با این شعار به طرف سرزمین منا میرویم، با این شعار وارد سرزمین عرفات میشویم، با این شعار تلبیه گویان از عرفات به سوی مزدلفه حرکت میکنیم، با این شعار از مزدلفه به سوی منا میاییم. این ویژگی حج است، این شعار حج است. اما آیا گاهی فکر کردیم هدف از این شعارها چیست؟ چرا ما باید در هر رکعت نماز، در هر رکن نماز، در هر عملی که در نماز انجام میدهیم با الله اکبر شروع بکنیم؟ اصلا این نماز ما، فلسفه این نماز چیست؟ آیا تا حالا فکر کرده اید که همه ارکان دین مبین اسلام رو شما در این نماز میتونید پیدا بکنید؟ یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا یافته است، یا 5 بنای مسلمانی. همین 5 بنای مسلمانی رو شما میتوانید در یک رکعت نماز مشاهده بکنید. شاید تعجب بکنید 5 بنای مسلمانی در یک رکعت؟ بله، 5 بنای مسلمانی رو شما در یک رکعت میتونید مشاهده بکنید. این یک رکعت چگونه است؟ شما این رکعت را با الله اکبر شروع می کنید. الله بزرگ است، الله از همه چیز عظیم است. این الله بزرگ و عظیم که در پیشگاه شما این عبادتی که سراسر عبادت است، سراسر تعظیم است، سراسر اظهار بندگی است، انجام می دهید، در حقیقت تجلی لا اله الا الله است. اولین رکن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. نماز را به شیوه کی میخوانی؟ به شیوه صلوا کما رأیتمونی اصلی. بخوانید نماز را آنگونه که دیدید که من نماز میخواندم. پس در این نماز
که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی ادا می کنید به شیوهی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوانده‌اند در حقیقت تجلی رکن اول دین است. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد از اون رکن دوم که خود نماز هست، رکن سوم زکات هست. در نماز تزکیه نفس است، تزکیه روح است، تزکیه آن وسوسه های شیطانی است که ما رو در زندگی دنیا مشغول کرده. ما اکنون میخواییم از این چیز خودمون رو رها بکنیم، از این وسوسه ها، از این آلودگی های شیطانی خودمون میخواییم نفس خودمون رو تزکیه بکنیم، میخواییم نفس خودمون رو پاک بکنیم. پس این تزکیه نفس، این پاکی نفسی که ما در اثناء نماز انجام میدهیم از همه عبادت ها و از همه اعمالی که انجام میدهیم برای ما یک عمل بزرگی است که با این تزکیه، با این پاکی، با این اخلاص همه عبادت های ما قبول می شود. این هم چی از تجلی زکات است، یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام. رکن دیگر چی است؟ روزه. شاید بگن آیا در نماز روزه هم وجود داره؟ بله، در نماز روزه وجود داره، اما روزه‌ای که در نماز هست از روزه ماه مبارک رمضان سخت‌تر است. در نماز نمیتونی بخوری، نمیتونی بیاشامی، در نماز نمیتوانی حرف بزنی، نمیتوانی حرکت بکنی، یعنی تمام وجود تو روزه گرفته است. نمیتوانی چشمتو اینور اونور نگاه بکنی، نمیتوانی به چیز دیگه گوش بدی. باید حواست روزه باشه، چشمت، گوشت، دستت، پا، تمام وجودت باید چی باشه؟ روزه باشه. پس نماز یکی از تجلیهای روزه بسیار سخت‌تر از روزه ماه مبارک رمضان است. و در نماز حج است، همان خانه‌ای که مردم از سراسر دنیا شتابان با شوق و اشتیاق به سوی او میروند تا این خانه رو طواف بکنند. خداوند این فرصت رو به همه ما داده که روزانه 5 وقت به طرف این خانه نماز بخوانیم، 5 وقت این خانه رو در پیش خودمون تجسم بکنیم که این قبله ماست، این بیت الله الحرام است. آیا نماز به طرف غیر کعبه می شود؟ فوالی وجهک شطر المسجد الحرام، بگردان صورتت را به طرف مسجد الحرام. 5 وقت نمازمان را، نه تنها نمازهای فرضمان را، نمازهای واجب و سنت و نفل و همه نمازها رو ما به طرف کجا میخوانیم؟ به طرف بیت الله الحرام میخوانیم. پس نماز بزرگ حج که کعبه است و بیت الله الحرام است در نماز ما وجود دارد. شعار این عبادت بزرگ چی است؟ الله اکبر. شعار حج چی است؟ لبیک اللهم لبیک. معنی این کلمات چی است؟ خیلی از ماها شعار میدیم، معنی شعار رو نمیفهمیم، فلسفه این شعار رو نمیفهمیم. در نمازمان روزانه در 5 وقت نماز 10 بار ما الله اکبر میگیم. هدف این شعار این است که این بزرگی و عظمت الله سبحانه و تعالی در زندگی تو تجلی بکند. حرف میزنی عظمت الله رو تجلی بکند در ذهن تو. وقتی که مینویسی عظمت الله رو به یاد بیاری. وقتی که با کسی رفتاری میکنی، تجارت میکنی، درس میخوانی، هر عملی که انجام میدهی باید در او چی باشد؟ تجلی الله سبحانه و تعالی باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا نماز من، حج من، عبادتهای من، مرگ من، زندگی من. یعنی چی؟ یعنی همه حیات من لله رب العالمین. این کسی که این تصور رو داشته باشد فلسفه نماز رو فهمیده است، فلسفه الله اکبر رو فهمیده است. این هر روز ما میگه الله اکبر الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی این که این بزرگی و عظمت الله باید در ذهن تو نهادینه شود. تو باید بدونی که ذات بزرگی است، عظیمی است، اکبری است که از بالای 7 آسمان این لم تکن تراه فانه یراک،
اگر تو نمیتوانی این احساس رو در خودت ایجاد بکنی که او رو داری میبینی، اون تو رو داره میبینه. در هر جایی که باشی، در قهر دریا باشی، در درون غارهای کوههای بزرگ باشی، در هر گوشه دنیا که باشی، تو رو داره میبینه. هر عملی که انجام میدی اونجا داره یادداشت میشه در نامه اعمال تو. پس این تذکر عظمت الله سبحانه و تعالی در نماز هدفش اینه که ما این احساس رو در خودمون ایجاد بکنیم که بله، الله هست، پروردگار بزرگ است. در لحظه لحظه، ثانیه ثانیه زندگیمون باید ما الله سبحانه و تعالی رو در نظر داشته باشیم. این شعار چی است؟ شعار نماز. شعار حج خیلی بزرگتر و عظیمتر است. شعار حج اصلا هدف اسلام است، هدف ارسال همه انبیای الهی است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که ما نوح را فرستادیم برای چی؟ برای که الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. ان تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا. ابراهیم علیه السلام رو، اسماعیل علیه السلام رو، همه انبیای الهی فرستاده شدن، شعارشون چی بود؟ توحید الله سبحانه و تعالی و دوری از شرک. شعار حج همین است. شعار حج توحید است. شعار حج دوری از شرک است. ما از روزی که وارد مراسم حج میشیم، حالا 10 روز دوام بکنه، 5 روز دوام بکنه، 15 روز دوام بکنه، شعار ما چی است؟ لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بسیاری از حاجیا رفتن هزاران دلار هم خرج کردن از حج که هیچی براشون هیچ استفاده ای نبردن، حتی معنی همین شعار حج رو هم نمیدانن. شعار حج چه معنی؟ لبیک اللهم لبیک، پروردگارا به خدمت حاضرم، پروردگارا حاضرم، به خدمت تو حاضرم. لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت تو حاضرم پروردگارا که تو شریکی نداری، من به خدمت تو حاضرم. ان الحمد، همه حمد و ثنا و سپاس و ستایش و نعمت، همه نعمت هایی که به ما دادی، لک، از تو است و از طرف تو است. سبحان الله، تجلی توحید رو ببینید. والملک، ملک و پادشاهی از آن تو است. لمن الملک اليوم، از کیست پادشاهی امروز؟ فرمان روایی لله الواحد القهار. الله سبحانه و تعالی خودش جواب میده که فقط و فقط پادشاهی، ملوکیت، صاحب اختیاری از کی است؟ از الله سبحانه و تعالی. لا شریک لک، هیچ شریکی ذات اقدس الهی ندارد. پروردگارا من به خدمت تو حاضرم. ببینید عجب شعاری است. اگر ما این رو درک بکنیم، اگر این رو با تمام ذرات وجودمون احساس بکنیم که پروردگارا همه چیز در اختیار توست، پروردگارا نعمت در اختیار توست، پروردگارا پادشاهی در اختیار توست، پروردگارا من در خدمت تو حاضرم. تو هیچ شریکی نداری، تو هیچ مثل مانندی نداری، هیچ کس همتای تو نیست، هیچ کس شریک تو نیست. آیا انسان بعد از اینکه این نعمت و این عظمت رو در وجودش درک بکنه، آیا فکر میکنید که باز هم امکان داره که به ذات اقدس الهی شریک قائل بشه؟ انسان مؤمن و مسلمان فقط بندگی کی رو میکنه؟ لبیک اللهم لبیک، فقط بندگی الله سبحانه و تعالی رو میکنه. انسان مؤمن دلش، قلبش، روحش، روانش بندگی و اسارت هیچ چیز غیر از الله سبحانه و تعالی رو در این زندگی نمیپذیره. انسان که این شعار رو در زندگی خودش عملی بکنه، هیچ وقت پیروی از مادیات و هوس‌ها و شهوت‌های زودگذر دنیایی رو نمی‌کنه. انسانی که این شعار رو در زندگی خودش عملی بکنه، هوای نفس خود رو، اون بت‌های درونی خود رو میکشه،
میشکنه، دور میندازه. بت شکنی تنهایی نیست که انسان بت‌هایی رو که در یک بتخانه هست بشکنه. بزرگترین بتی که انسان باید بشکنه اون بتی است که در دل انسان‌ها وجود داره. اون بتی است که شک و تردید و هوا و هوس و محبت دنیا و شهوات دنیا رو در دلهای ما پرورش میده، ما رو به سوی اون دعوت میکنه و میکشانه. این بت درونی رو باید شکست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی رو، وضعیت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه درون خودشون رو تغییر بدن، اندرون خودشون رو اصلاح بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند در داخل سینه ما، در وجود ما یک پاره گوشتی است، قلب. اگر اصلاح شد همه بدن اصلاح میشه، اگر فاسد شد همه بدن فاسد میشه. اگر این قلب صاف شد، این قلب پاک شد، این قلب تجلیگاه الله سبحانه و تعالی شد، در این قلب لا اله الا الله جا گرفت، در این قلب لبیک اللهم لبیک جا گرفت، در این قلب الله اکبر جا گرفت، دیگه در این قلب جایی برای شرک، برای ریا، برای دنیا پرستی، برای شهوت پرستی، برای شهوترانی وجود نخواهد داشت. اما این گناه ها و این اعمال زشتی رو که انسان انجام میده، این قلب داغ میگیره، این قلب زنگ میزنه، زنگار میبنده. بل ران علی قلوبهم، قلبهایشان رو زنگار گرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان گناهی میکنه یک نقطه سیاه، دیگه گناه میکنه دو نقطه سیاه، و این بنده همینطوری به گناه کردن ادامه میده تا اینکه این قلب سیاه میشه. جایی برای این قلب نمیمانه که حرف حق رو بشنوه. به خاطر همین ختم الله علی قلوبهم، به خاطر این اعمالشان الله سبحانه و تعالی میگه قلب‌های اینا رو مهر کرد. یه چیزی که مثلا خراب بشه، زنگ بزنه، دیگه هیچ قابل استفاده نباشه، انسان چیکار میکنه؟ اونو دور میندازه. قلبی که انقدر غافل شده، انقدر در پی دنیا و شهوات و ملذات دنیا رفته که دیگه امکانی برای اصلاح وجود نداره، این قلبی است که از درگاه الله سبحانه و تعالی رانده شده، این قلبی است که زنگار گرفته. حالا در این قلب اگر یک نقطه روشنایی وجود داشته باشه که انسان اون روزنه روشنایی رو دنبال بکنه، به سوی حق بره، به سوی الله سبحانه و تعالی برگرده. گاهی اوقات میدونید انسان در یک شب تاریک راه رو گم کرده، در یک جنگلی، در یک کوه و بیابانی است، از دور یک چراغی رو میبینه، با امید اینکه این چراغ من رو به یک سرپناهی برسانه، راه رو به من نشان بده، به طرفش حرکت میکنه. این همون چراغ کوچکی است که سوسو میزنه در دل ما، میخواد ما رو به راه حق، به راه توحید هدایت بکنه. این همون چراغ لا اله الا الله است. این همون چراغی است که الله سبحانه و تعالی در فطرت سالم همه بشر قرار داده است. پس این عبادت ها فرصتی است برای پالایش این قلب، برای جلا دادن این قلب. یک تیکه آهن وقتی زنگ بزنه، آهنگر چیکارش میکنه؟ این رو در یک کوره‌ای این رو خوب میگدازه. بعد از اون با زدنهای چکش این تیکه های زنگاری که به آهن چسبیده رو از اون دور میکنه. بعد از اون صیقل میده، پالایش میده. این آهن چی میشه؟ دوباره به اون اصل اولش برمیگرده، دوباره همونطور روشن و براق میگرده. قلب ما هم به وسیله همین عبادت ها، به وسیله نمازهایی که در 24 ساعت شبانه روز میخوانیم، به خاطر روزه‌ای که در ماه رمضان میگیریم، به خاطر حجی که در عمر یک بار آن را انجام میدهیم، این قلب ما دوباره تجدید میشه، دوباره زنگارها از این دور میشه، دوباره پالایش میشه، دوباره صیقل میشه، دوباره آماده میشه برای قبول حق، آماده میشه برای انجام کارهای خوب، آماده میشه برای این که ما یک انسان خوب بشیم، ما رو به کارهای خوب امر بکنه، از کارهای بد ما رو باز بداره. و این شعاری که ما در
ایام حج میدیم، این لبیکی که در ایام حج گفته میشه، همه اینا به خاطر این است که به ما تلقین بکنه که ای بنده من، غیر از من پروردگار دیگری نیست. ای بنده من این را بدان که لا اله الا الله. ای بنده من این را بدان که غیر از من کسی دیگر مالک روزی و شفا و کمک و یاری و ولایت شما هیچ کس غیر از الله سبحانه و تعالی نیست. همه اینا رو میخواد در زندگی ما نهادینه بکنه. توسط چی؟ توسط این شعار. این شعاری که ما این رو ای صبح و شام در ایام حج چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. پس این شعار میخواد به ما این رو بگه که وقتی که از حج برمیگردی دنیا پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی شخصیت پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی قوم پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی رهبر پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی نژاد پرست نباشی، وقتی از حج برمیگردی خدا پرست باشی، الله پرست باشی، یکتا پرست باشی. این بت‌های مختلفی رو که در درون خودت پرورش دادی، همه اینها رو توسط لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، توسط این شعار همه اینها رو شکستی. خورده های این بت‌های درونی خودت رو در سرزمین منی و عرفات در زیر پای خود له کردی. الان وجود تو عاری از این بت‌هایی است که تو رو به سوی غیر خدا فرا می‌خواند. الان وجود تو توسط این شعار خالی شده از هوا و هوس دنیا پرستی، شخصیت پرستی، حزب پرستی، قدرت پرستی، شهوت پرستی، پول پرستی، قوم پرستی، نژاد پرستی. پس الان شدی تو انسان موحد واقعی. الان شدی تو انسانی که الله سبحانه و تعالی این گونه انسان رو میخواست. این گونه انسان رو الله سبحانه و تعالی ساخته بود که در پیش ملائکه افتخار کرد به ساختنش، به وجودش. وقتی گفت که من خلیفه در زمین ساختم و به ملائکه این فخر و افتخار رو نصیب انسان کرد که ملائکه را امر کرد که به انسان سجده بکنن، این انسان به خاطر این مسجود ملائکه قرار گرفت که موحد باشه، یکتا پرست باشه، الله پرست باشه. چه بسیارن انسان‌هایی که امروز این شعارها را میدهند اما در درون خودشون 1001 بت مادی دیگر رو میپرستند. آیا شرکی بدتر از این شرک است؟ آیا فکر میکنی شرک فقط اونیه که میره به بت سجده میکنه در یک بتخانه؟ بزرگترین مشرک کسی است که در وجود خودش، در درون خودش بت‌هایی رو ساخته و آنها را عبادت میکنه. بت‌های مادی، دنیایی. پس این شعار ما را همیشه میخواد به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت بکنه. در همه مراحل حج، در هر جا که شما هستید این شعار رو میدهید، شعاری که دقیقاً برخلاف شعار مشرکین بود. مشرکین چی میگفتن؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکا و هو لک تملکه و ما ملک. گفتم پروردگار تو شریکی نداری مگر یک شریک داری که تو صاحب اون شریک هم تویی. یعنی به شکلی به الله متعال شریک می آوردن. چون اون بت‌هایی رو که ساخته بودن مشرکین مکه فکر نمی‌کردن این بت‌ها مالک نفع و ضرری هستن. حتی همون مشرکین، حتی ابو جهل، ابو لهب، اینا اعتقاد داشتن که مالک الملک الله سبحانه و تعالی است، رازق الله سبحانه و تعالی است، همه اختیارات دست الله سبحانه و تعالی است. اما این بت‌ها چی کار هستن؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، فقط اینا رو واسطه قرار دادیم، وسیط قرار دادیم بین خودمون و بین الله سبحانه و تعالی. ما روسیاییم، بندای به اصطلاح خوبی نبودیم، مییم این بت‌ها رو میگیم که
ما به شما مثلا زکات میدیم، خیرات میدیم، نذر و نیاز میکنیم، شما پیش خدا واسطه بشین تا وضعیت ما بهتر بشه. این گونه انسان ها بودن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همین بود که الله سبحانه و تعالی به پیامبر امر میکنه که با اینها بجنگه، نه تنها با وجود آنها در سرزمین حرمین بجنگه و در همه دنیا، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این فتنه شرک و فتنه بت پرستی رو از روی زمین الله سبحانه و تعالی میخواست توسط رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دور بکنه، بلکه با این عبادات و با این شعارهای توحیدی میخواست توحید و یکتاپرستی رو در وجود همه مسلمان ها و در وجود همه ما چیکار بکنه؟ نهادینه بکنه. شعاری که ما در حج میدیم: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما این توفیق رو عطا بکنه که این شعارهایی رو که میدیم شعارهای توخالی نباشه، شعارهایی نباشه که داد بزنیم، فریاد بزنیم، اما در زندگی ما تأثیر نداشته باشه. پولمون رو خرج بکنیم از این عبادت ها و از این شعارها هیچ نفعی در دنیا و آخرت نداشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی حج و عبادت هایی رو که برادران و خواهران عزیز ما امروز در موسم حج در سرزمین حرمین وجود دارن و این عبادت بزرگ، این رکن بزرگ دین مبین اسلام رو ادا میکنن، الله سبحانه و تعالی حج اونها رو قبول بکنه و به همه کسانی که مشتاق این عبادت هستن، مشتاق زیارت سرزمین مقدس هستن، مشتاق زیارت مکه و مدینه هستن، نصیب بکنه که بتوانند در زودترین فرصت به این عبادت بزرگ مشرف بشن. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.